باشم و آپشن نو رو میزنم چون کسی نیست و نکست. خب این قسمت میبینین که 33% تکمیل شده و این قسمت هم کمچنان نصفش ثبت شده. دوباره از ما معلومات خواسته راجع به این که گفته شماره تلفن خانه رو بانیم اگه داریم که افغانستان جای شماره خانه تا جایی که من یادم نبود. این قسمت کانتری کد افغانستان، فون نمبر 123456789. شما دقیق بزنیم میرم اینطوری پر میکنم. فکسش که فکس نمبر ما نداریم. میلینگ ادرس اینجا از شما خواسته که اما آدرسی که برای شما پستنیا روان کنه. خب من یادم نیست که اونجا آدرس خانه ما چه زده بودم، اما تو پلو سرخ شهر کابل. شما کانتی ما نداریم، به نظریم بیشتر برای آمریکا و جاهای خب خالی میمانیم. کشورم افغانستان انتخاب میکنیم. اینجا گفته که آدرس اصلیتان اگه متفاوت از یه آدرس دیگه است این را میتونید خالی بانین و نکست. خب بازم این قسمت 66% پر شده اما مانده. اینجا از شما پرسم کرده که UWC که از کورس کوتاه مدتی هم داره و معلومات داده راجع به او. خب من چون گفته بودم که نمیخوایم در کورس های کوتاه مدت UWC اپلای کنم، برو میزنم level of English ما فلوئنت فکر کنم اونجا زده بودم، من C2 میزنم یا C1 ادوانس. شما خودتان مثلا نظر به سطح زبان انگلیسی تانی رو انتخاب کنین. گفته کدام زبان دیگه ای رو گپ میزنیم. بله اگه دیتیل بدیم من فقط اینجا فکر کنم پرشن زده بودم پرشن و اینجا میزنیم خلاص. گفته شما کدام میوزیکال اینسترومنت پلی میکنین نه و مارکس کامپلیت. خب اینجا میبینین که برای ما یک ارور نارنجی داده. گفته جوابایت با دقت بخوان و جواب بده و این قسمت سعی کنین. گفته که provide detail چون ما معلومات نداده بودم اینجا گفته که باید حتما جواب بده. مثلا من نوشتم میکنم I do not know how to play. مثلا شما اگه احیانا در اینجا یس زده بودین میتونین که جواب بدین که چی چیزی رو پلی میکنین یا هر چیز دیگه ای. و سعی کنین قسمت پرسونال اینفورمیشن هم مکمل شد. و مرحله بعدی parent guardian declaration که در قسمت باید پدر و مادرتان پر کنم. مثلا نام مادرتان هر نامی که باشه، مثلا مامنه میزنم، last nameش مثلا احمدی، relationship مادر من. گفته این که لیگال کاستدی شماره داره، صلاحیت شماره داره. بله مادرم از افغانستانه. اکیوپیشنش مثلا تیچر یا هاوس وایف هر چیزی که هست. اینجا باید حتما ایمیل آدرس نوشته کنین. من ایمیل آدرسیه همین توی یک ایمیل آدرس میمانم نمیخونم مثلا @gmail.com. شما ایمیل مادرتان حتما نوشته کنین. اگه ایمیل آدرس مادرتان نداره خوبه یکی جور کنین یا یک ایمیل آدرس دیگر رو بدین. فون نمبرش مثلا 2093-98765431 مثلا میزنم. آدرسش اما چیزی که بود زیپ کدش مثلا من نمیفهم زیپ کد افغانستان شهرش داره یا نه. کندیدیت فول نیم اینجا باید نام خودتان باشه، اینجا نام مادرتان باشه. نام احمدی
اینجا بعد یک امضا باشه، هر امضایی مثلا من این امضا را کردم ساین، اما تاریخ اتومات خودش میایم مارک از کامپلیت. خب میبینین که کامل شد. مرحله بعدی از پدرتانه، مثلا نام پدرتانه میمانه، نام پدر منجا میمانه و لست ببخشید اینجا لست نیمشون باید باشه و فادر یس، نشنالیتیشن افغانستان، مثلا ریتایرد یعنی تقاعد شده، شما هر چیزی که میزنین و نمیفهمم نوری ان مثلا gmail.com. ایمیل آدرس پدرتان بزنین. اینجا دوباره کانفرم میکنین، نوشته میکنین فون نمبری شد، یک فون نمبر میزنین دیگه 654321778 مثلا. دوباره آدرس بزنین. شما میتونین از یک آدرس برای آدرس خودتان پدر مادرتان استفاده کنین. مثلا کشورم افغانستان، نام خودتان باید کامل اینجا باشه، شما کندیدیت هستین و نام پدرتان که اینجا میزنین، هر چیزی که نام پدرتان هست این قسمت بزنین و اینجا دوباره یک امضا میکنین مارک از کامپلیت. البته شما نباید امضا کنین، پدر مادرتون باید امضا کنین. خب میبینین که یم جور شد. در قسمت بعدی میریم در اسکول اینفورمیشن. اسکول اینفورمیشن اینجا باید نام مکتبتان سعی کنین گفته your current or most recent schooling. اگر آقا پسر هستین و عالی مکتب میرین، خب اینجا نام مکتب فعلیتان. اما اگه دختر خانم هستین و مکتب ها متاسفانه بند است رفتن نمیتونین، اینجا باید معلومات سال آخری که مکتب رفتین باشه. مثلا من کاتب میمانم، هرچند خود مکتب کاتب نرفتم، مقصدم این یادمه سالایی که اونجا درس خواندم. مثلا اونجا گفته بودم صنف 8 هستم به نظره، مثلا 7 سال اینجا خواندم و تا صنف 7 مثلا خواندم. گفته که اگه کدام اوارد دارم یا کوالیفیکیشنی را خلاص کردم من نور میزنم. گفته چه رقم اسکول بود. اینجا شما آپشن دارین که دولتی بوده، شخصی بوده، اینترنشنال اسکول بوده. در نظر کاتب که بود شخصی بود، من میزنم شخصی بود. گفته کدام اسکالرشیپ داشتی یا نه، یس اور نو. اگه شما مثلا مکتب دولتی رو میزنین خب مسلما یس، اگه شخصی باشه خب از پیسه خود میرین نو. پس من اینجا چون شخصی بوده میزنم نو. شما نظر به مکتبتون پر کنین و یم ثبت شد. مرحله بعدی گفته که upload current academic year school. دخترها بچه ها ای از سال آخرتان، سال آخر نباشین، سالی فعلی. اگر شما بازم نگاه موقع پسر هستین خب از همین سال پارچه تان یا همو نمرات مکتبتان حساب میکنین و این که خواسته که هم اصلیش و هم ترجمه شده انگلیسیش حساب میکنین و یعنی قسمت گفته PDF JPG JPEG، یعنی فرمت هایی که انتخاب میکنه. از من PDF اتچ فایل بزنین و اینجا من قبلا فقط بخاطر اینکه براتون نشان بتونم یک دانه فولدر نخلی جور کرده بودم که داکیومنت بانویم. خب در این قسمت current year transcript سابمیت میکنیم، سعی کنیم سابمیت شد. از شما 2 تا فایل باید سابمیت کنین. خب من میزنم مارک از کامپلیت، میبینین که یم ثبت شد. قسمت بعدی که برین از شما خواسته که previous academic year بانین، یعنی از سال قبلتان. و در ویدیو گفته بودم که شما نمرات 2 سال کار داریم. باز هم در اون صورت من از سال پیش آپلود میکنم، میبینین که ثبت شد و مارک از کامپلیت.
ببینیم این قسمت نشان میده که خلاص کردم. منال اپلیکیشن فرم که خیلی مهمه، از شما خواسته که خودتان پر کنین. تقریبا گفته که 2-3 ساعت وقت در بر میگیره که جواب بدین و کلش به انگلیسی باشه. سوالات با دقت بخوانین، جواب بدین. مثلا اینجا گفته 2 تا هدفی که در روش کار میکنین جدا از هدف هایی که از نظر تحصیل و درس داریم. مثلا من نوشته میکنم رانینگ 10K، 10 کیلومتر میخوایم بدوم، یا نمیفهمم دیگه چی هدفی دارم در حال حاضر. مثلا learning how to play piano. شما هر هدفی که دارین. بعد از شما خواسته که یک اکتیویتی یا فعالیتی که قبلا خیلی زمانتان میگرفت اما حال دیگه انجام نمیتین. مثلا من میزنم playing tennis. دخترها اینجا دقت کنین، دخترها و پسرها، برای شما گفته که کلماتی که وارد میکنین باید حد اکثر 100 دانه باشه. این جملات همی سوالات اوله گفته که خیلی شما باید کوتاه جواب بدین، در 1 یا 2 جمله. و این که گفته که چه چیزی هست راجع به کالچرتون که شما میخواین او را تغییر بدین. مثلا من نوشته میکنم gender discrimination. شما هر چیزی، شما اسپسیفیک باشین. اگه میخواین شانستان زیاد باشه باید دقیق تر و اسپسیفیک تر نوشته کنین. میره فقط امتحانی در پر میکنم. در قسمت بعدی گفته در سوالات پایین که از شما باید جواب بدین و اینا طولانی تر هم میبینین که شما 250 تا لغت حق دارین که استفاده کنین. و از شما خواسته که توصیف کنین یک هفته خیلی معمولی تانه که چه فعالیت های غیر از مکتب رفتن انجام میتین و از چه فعالیتی لذت میبرین. مثلا من نوشته میکنم I go for a short walk I enjoy it a lot. من امیر کوتاه نوشته میکنم، شما باید 250 لغت خیلی دقیق خیلی قشنگ نوشته کنید. من فقط برایتون نشان میدم که چرا خمیره پر کنید. سوال بعدی از شما خواسته که یک زمانی را توصیف کنین که شما یک چالش شخصی را روبرو شدین و اینکه چرا شما همون چالش حل کردین و اینکه چی چیزایی از همون مشکلی که داشتین چه درسی را یاد گرفتین. و گفته در این سوال ما میخوایم از شما میخوایم که تشریح کنین که شما چه رقم کرد یک چالنجی که مواجه میشین کنار میایین، چه اکشنایی را انجام میدین، چه کارهایی را انجام میدین و اینکه چه رقم راه حلش را پیدا میکنین. همچنان از شما میخواد که امی را بگین که چه رقم امی اکسپریانس شما برای شما ای را یاد داده که توانایی یا همون قدرت یا همون کرکتریتان در مقابله با شرایط سخت چه رقمه. یک چیزی در می مایه ازتان خواستم، گفته 300 تا کلمه حق دارین نوشته کنین، یک چیزی را توصیف کنین. مثلا من نوشته میکنم که when I was in my elementary school I lost my grandmother and it was a difficult time. فقط من نوشته کردم که جوابی از زیر داده باشم که بتانم اپلیکیشن من کامپلیت کنم. شما باید از 300 تا کرکتر استفاده کنین و دقیق همون جوابا رو بتین. سوال بعدی از شما خواسته که سالانه صدها شاگرد اپلای میکنه در برنامه UWC فقط از طرف هم نشنال کمیتی افغانستان و فقط بعضی از کاندیدا قبول میشن که در کالج UWC بره. و امی سوال هستم پرسان کرده که ایره توصیف کنین که چی چیزی باعث میشه که شما یک کاندید خیلی خاص باشین که شما انتخاب شوین نه یک نفر دیگه. و در اینجا برایتون معلومات داده که میخوایی که بیشتر از تالنت ها و مهارت های شما و دیگه کرکتریستیک هایی که دارین و شما رو میتونه یک کاندید خارق العاده
مثلا تبدیل کنه، گفتم معلومات راجع به از او بتن. اینجا خیلی